کتابخوانی در ایام کودکی خاطره را قوی می‌گرداند. سلام بینندگان عزیز، این است نمایش فروغ صبح دانایی و ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه ورزاب قرار داریم. مهمان برنامه امروزه ما هستند زهرا که عین زمان خود را برای شما پورتر معرفی می‌کنند. من سفرزاده زهرا، خواننده صنف 2 به مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 میباشم. آفرین زهرا جان، میگفتید که شما در آزمون جمهوریوی شرکت ورزیدید؟ بله. در کدام نامیناسیون؟ در نامیناسیون ادبیات بچگانه. یعنی در نامیناسیون سیوم خواندن و ازبر نمودن ادبیات بچگانه، درست؟ احسن به شما. میگفتید که در مؤسسه شما چگونه سپری شد دور مکتبی؟ شفاف بود، شما آزاد بوده، توانستید که تمامی مهارت خود را، تمام کتاب‌های خوانده‌تان را برای داوران پیشنهاد کنید؟ بله. من روی خط ادبیات رو پیشنهاد کردم، آنها با من سوال جواب میکنن. آفرین. و شما توانستید که شعرهای خود را خوب پر را به آنها پیشنهاد کنید؟ بله. بیایید عین زمان چنانه که در نزد داوران شعرها را پیشنهاد کردید برای بینندگان ما نیز یک شعرک بچگانه را با قرائت خوب پیشنهاد کنید. راضی هستید؟ بله. مرحمت. من شعر لطافت کنجای و درباره اوچه‌دریو میخوام قرائت نمایم. مرحمت. سوی وادی دشت و صحرا می شتابد آب دریا، تا خورد آب طفلکی لاله تر سبزه جه، باد نرمک تا بیاید بیدی مجنون مو کشاید، طفل دریا به حساب است، اوچه دریا در شتاب است. احسن به شما زهرا جان. می گفتید که این شعرها را با همراهی کی اذیت میکنید؟ با همراه پدر و مادرم. با شما آسان است شعر اذیت کردن؟ بله. شما چند مرتبه این شعرها را تکرار میکنید که در خاطرتان حفظ میشوند؟ 3 مرتبه تکرار میکنید و که شعرها را اذیت میکنید، چنین است؟ بله. احسن به شما. بیاید برای اثبات این گفته ها برای بینندگان باز یک شعرک دیگر را قرائت میکنید. کدام شعر را میخواهید پیشنهاد کنید؟ تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو، از تو من سرور نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس خورد برابر زندگی کردم بس است. احسن به شما. در روی خط ادبیات خوانده شما و شعرهای اذیت کرده تان همچنین شعرها با زبان روسی هستند. شما شعرها را با زبان روسی اذیت کرده اید؟ بله. زیاد شعرها را میدانید با زبان روسی؟ بله. عین زمان یکیش را میتوانید برای بینندگان ما پیشنهاد کنید؟ Бале. Мой папочка любимый, ты очень дорог мне, ты сильный, ты красивый, ты рыцарь на коне, ты сможешь, точно знаю, помочь и защитить. Таким прекрасным папом лишь ты способен быть. Желаю всей душою здоровья долгих лет, я горжусь тобою, ведь лучше папы нет. احسن به شما زهرا بانو. همچنین روی خط شعرهای اذیت کرده شما خیلی زیاد است. من میبینم که شما شعرهای زیادی بچگانه را اذیت کردید. برای همین بیایید برای بینندگان یک چند شعرک دیگری بچگانه را پیشنهاد میکنیم. من عین زمان نام شعرها را میخوانم و شما آنها را دوام بدهید. پورا آنها را برای بینندگان قرائت کنید. راضی هستید؟ شعر معلم. معلمی مهربان، مهرتون در دل و جان، لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستنی حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم. حزب خاک وطن را، به وی صادق بودن را، وصل باغ و چمن را ما از شما آموختیم. شعر نان گندم را اذیت میدانید؟ بله. مرحمت. نان بود چون جانی آدم، قوت و درمانی آدم، زیب دسترخوانی آدم، عزتی مهمانی آدم، می پرستم نان گندم، خوشه های دان گندم. احسن به شما. بیایید در برنامه امروزه آخرین شعر را برای بینندگان قرائت میکنیم که شعر دوست داشته شما باشد. شما کدام شعر را از میان همه این شعرها زیاد دوست می‌دارید، بسیارتر قرائت میکنید؟ شعر خواهرک. مرحمت. شعر خواهرک را برای بینندگان ما نیز برو قرائت کنید.
گولی انور نخمه تربوی بهار خواهرکم الله شبخنده لبخونه گپ خواهرکم مرغ سحر شیر و شک رنگی پسر خواهرک حلقه بمه لاله بر غنچه به خواهرک نوپر با دانه خالکانی سوال خواهرک چمن چمن گولی سوم جانکی من خواهرکم. تشکر به شما. می گفتید که آیا شما خواهر دارید؟ بله. دوست می دارید او را؟ بله. اگر چند ساله است خواهر شما؟ 4 ساله. 4 ساله است. شما با خواهر خود چنین شعرها رو یاد می دهید؟ بله. الکی خواهر شما شعرها رو از یاد کرده است؟ بله. احسن به شما که در چنین شیرین سال به خواهرتان شعرها رو می دهید تا اینکه او از یاد کند. و ما نیز به هر یک شما گفتنی هستیم که اگر شما خواهر داشته باشید، دختر داشته باشید، در خانه‌تان یگان نفری خردتر از شما باشد، به واسطه دستگیری کنید تا اینکه او نیز کتابخوان شود، شعر دوست شود، شعرخوان شود. اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه، ولی در آخر برنامه زهرا برایتان باز یک شعرک دیگر را پیشنهاد میکند. از این کتاب خوانا از رسم‌های زیبا حرفی بسیار آموختیم، ما گپ و کار آموختیم، چیستان و ترانه‌ها، گوچین افسانه‌ها، هر چی که خواستیم ما یافتیم از الفبا.